میگویند امام رضا امام غریب نیست، این همه زائر. میگویم غریب آن است که بین این همه جمعیت گفته اش غریب بماند. مثلا میدانستید ایشان قرنها قبل دستورات مفصل طبی و سلامتی را تحت عنوان رساله ذهبیه برای مردم جهان به یادگار گذاشتند؟ دستورالعمل هایی که با عمل به آن انسان بیمار نخواهد شد. بیماران از همه جا مانده خود را به پنجره فولادش وصل می کنند تا شفا بگیرند، اما او بسیار رئوفتر از این است. او حتی شفا را قبل از بیماری داده است. به راستی شما، آری خود شما، چقدر از رساله طبی امام هشتم اطلاع دارید؟